دیروز وقتی شنیدیم که این برادرانی که اخیراً هموطنانی که سابق وزیر خارجه است، سابق رهبری دولت شاکر جان حکیموف که از آخرین منتقدان یا منقدان حکومت نه تنها زندانیشان کردن، دقیقاً همون مصیبتی که بالای سر نهضت آوردن اونا تکرار شده ایستاده است. مصادره اموال و اموال آنها را مصادره کردن. پس برادران، هموطنان عزیز، کسانی که در این تالا و در سراسر دنیا ما را میشنوید، بدانید که این پرونده علیه نهضت تنها پرونده علیه نهضت نبود، این پرونده علیه ملت بود. و بعد فکر کردن که اگر نهضت سرکوب شود، چون یک حزب دینی هست، با ما دنیایی چی ربط دارد؟ ما که در مسائل استراتژی اصولی در پهلوی حکومت هستیم، ما هم دنیایی هستیم. حتی با اون سادگی تاجیکانه تلاش کردن که علیه نهضت موقع بگیرن تا اینکه خودشون رو با حکومت نزدیکتر نشان بدهند و از زیر تیغ حکومت نجات بیابند. ولی بالاخره بعد از آن که نهضت همچون ستون مبارزه ملی از بین رفت، این خیمه به زمین زد. و حالا اگر نهضت قامتش را راست کرد، مطمئن باشد که خیمه مبارزه ملت برپا خواهد بود. شاید این حرفای من یک مقدار بلند پروازانه برای بعضی ها صدا بدهد. شاید برای بعضی ها بگم که خوب نیست از زبان ما این چیز صدا بدهد، اما من فکر میکنم وقتی اون رسیده است که ما حقیقت ها را بگیم. ما دیگر اون خاکساری دروغین که طول سالها از آن پیگیری کردیم و به دیگران اجازه دادیم که جایگاه نهضت، جایگاه مبارزه، جایگاه پیمان، جایگاه تک تکی ما و شما را پایین میبرند، این نتیجهش همین شد که همین روحیه حتی در داخل خودمون تاثیر کرد. کم دیدن مبارزه خودمون، جایگاه خودمون در نهضت، در پیمان، در تمام فعالیت‌های خودمون و بعضی برادران و خواهران ما تاثیر کرده است که در اون موج نهضت ستیزی، پیمان ستیزی و کم کردن مبارزه دارن کم شریک میشن. خب شما با من یک حزبی را در تاریخ 100 سال اخیر مثال بیارید که بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان تلفات داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان شهید داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان زندانی داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان مهاجر داده باشه، بیشتر از نهضت اسلامی تاجیکستان این همه تهمت و تحقیر را تا امروز مواجه شده باشد و تحمل کرده باشد. خوشبختانه یا بدبختانه